از دست مامان دلخور شدم و با قاطعیت گفتم هرگز حرفشو نزن. دوباره عمیق تو صورتم نگاه کرد و لبخند زد. گفتم مامان، منظورت از این نگاه و لبخند چیه؟ گفت داشتم امتحانت میکردم. چیزی نگفتم. مامان دوباره گفت من اعتقاد دارم قطع رابطه سعید با دوست دختراش به خاطر تأثیر حرفای توه. تو چی فکر میکنی؟ با دلخوری گفتم من به جز قول و قراری که با شما دارم به چیزی فکر نمی کنم. اگه دوست داری به اونم فکر نکنم. مامان لحن ملایمی گرفت و گفت حالا چرا ناراحت شدی؟ من که منظوری نداشتم. فقط میخواستم بدونم تو باش چی کار کردی که من مادرشم نتونستم. گفتم باور کن خودمم نمیدونم. شاید به خاطر چند جمله حرفیه که بهش زدم متحول شده. با کنجکاوی پرسید مگه بهش چی گفتی؟ گفتم من اون شب از حرفاش فهمیدم که همه دوست دختراش اونو برای پولش میخوان، نه برای خودش. برای همین بهش گفتم قدر خودتو بدون و خودتو به خاطر رابطه با دخترا کوچیک و بیارزش نکن. مامان گفت چیزیه که عجیبه اینه که چرا سعید به خاطر من که مادرشم و 1000 بار به شکل‌های مختلف ازش خواستم این کارو نکرد. اما تو یه بار ازش خواستی و با اینکه درخواست دوستیشو رد کردی بازم عمل کرد. این برای تو عجیب نیست؟ گفتم عجیب که هست، اما دلیلشو نمیدونم. فقط میتونم بگم خدا رو شکر که منم به یه دردی خوردم و تونستم کار کوچیکی برای شما و پسرتون بکنم. گفت کار کوچیک؟ خودتو دست کم نگیر. کاری که تو در حق پسر من کردی کاری نیست؟ آره، اتفاقا ستودنیه. خندم گرفت و گفت به چی میخندی؟ گفتم به این که اون روز صبح سعید هم دقیقا همین جمله رو بهم گفت. مامان نگاه معناداری به من کرد و دیگه هیچی نگفت. بعدم خداحافظی کرد و از خونه بیرون زد. با رفتن مامان پیش مریم برگشتم اما فکرم همش درگیر حرفای مامان بود و هرچه فکر کردم نفهمیدم منظور مامان از این کار چی بود. تا اینکه شب شد و بچه‌ها از سر کار برگشتن و همگی دور مریم جمع شدن. به بهانه خرید دست مهسا رو گرفتم و به زور از خونه بیرون بردم و اولین سوالی که ازش پرسیدم در مورد اوضاع و احوال سعید بود. اون گفت چیزی به من توی این چند روز از سعید دیدم، اون یه آدم منزوی و گوشه‌گیره و هر موقع اونجاست با ما خیلی کم حرف میزنه و دائم تو خودشه. اما مشخصه که از چیزی ناراحته که من چون داستان شما رو میدونم حدس میزنم مربوط به تو باشه. حرفای امروز مامان رو براش گفتم. مهسا فکری کرد و گفت من یه حدسی میزنم. اجازه هست بگم؟ گفتم اجازه نمیخواد. بگو دیگه. گفت به احتمال خیلی زیاد مامان سعید از این ترسیده که پسرش عاشق تو بشه و نتونه جلوشو بگیره و از اونجایی که اونا از سرشناسترین آدمای شهرن و تو یه دختر بی کس و کار، مامان دلش نمیخواد پسرش عاشق تو بشه و از تو خواسته خودتو از خود مخفی نگه داری. گفتم پس منظورش از حرفای امروز چی بوده؟ گفت معلومه دیگه، داشته امتحانت میکرده. بفهمه احیانا تو سر پسرش کرم نریخته باشی. گفتم آفرین، درست حد زدی. حالا که فکرشو میکنم میبینم چقدر حرفای امروز مامان با اون روز تناقض داره. پس اون واقعا داشته منو امتحان میکرده. روزگار روی خوشش رو به ما نشون داده بود و همه چیز خیلی خوب پیش میرفت. حال مریم روز به روز بهتر می شد و من با رضایت قلبی فارغ از هر فکر و خیالی کنارش می موندم و ازش پرستاری می کردم. تا بقیه با خیال راحت سر کار برن. شب که می شد و دوستام از سر کار برمی گشتن کلی حرف برای تعریف داشتن و من و مریم رو با حرفاشون سرگرم می کردن. آخر سر هم از من که به قول اونا باعث و بانی سر کار رفتنشون بودم تشکر می کردن. یه روز جمعه که فروشگاه تعطیل بود و همه بچه‌ها خونه بودن، مامان به خونه ما اومد و به محض رسیدن گفت وسایلتون رو جمع و جور کنید که زودتر از اینجا بریم. همه با تعجب نگاش کردیم.
گفت تعجب نکنید، من برای شما یه خونه نزدیک فروشگاه کرایه کردم که قرار اونجا زندگی کنید. مشغول جمع کردن وسایل شدیم. گفت نیاز نیست همه چی رو بردارید. جایی که میرید همه چیز هست. فقط وسایل شخصیتون رو بردارید. منم جز یه پتو که شبا توش میخوابیدم و چند تیکه لباس و 2 ظرف غذا چیزای دیگه نداشتم که بخوام بردارم. همه رو تو 2 دقیقه جمع کردم. دوستام هم مثل من چیز زیادی نداشتن و خیلی زود جمع کردن و آماده رفتن شدیم. از خونه قدیمی و پرخاطرمون دل کندیم و به کوچه زدیم و مامان از قبل فکر همه چی رو کرده بود و یه ماشین دیگه هم برای بردن ما کرایه کرده بود. وسایل رو تو صندوق عقب 2 ماشین گذاشتیم و حرکت کردیم. نزدیکی مرکز شهر توی یه کوچه با کلاس جلوی یه خونه شیک چند طبقه ایستادیم. مامان گفت رسیدیم. پیاده شدیم و وارد ساختمون شدیم. با آسانسور به طبقه 3 رفتیم. مامان کلید انداخت و باز کرد. وارد یه واحد بزرگ 3 خوابه شدیم که همه امکانات زندگی مثل یخچال، تلویزیون، فرش، مبل و غیره توش قرار داشت. مامان رو به ما کرد و گفت چطوره؟ اینجا رو برای شما اجاره کردم. خوشتون میاد؟ اون برای ما سنگ تموم گذاشته بود. یکی از لاکچری ترین آپارتمان‌های شهر رو کرایه کرده بود و کلی وسایل نو براش خریده بود. نمیدونستیم با چه زبونی ازش تشکر کنیم. مهسا گفت خانم اینقدر که تو این چند روز از شما توجه و خوشی و خوبی دیدیم کمتر مادری در حق فرزندش انجام میده. شما چرا اینقدر ما رو شرمنده میکنید؟ مامان جواب داد شما هم فرزندان من هستید و من شما رو دخترای خودم میدونم. و چون خونه‌ای که تو زندگی می‌کردید خونه‌ای نبود که در شأن دخترای خوب من باشه، اینجا رو براتون در نظر گرفتم تا هم به محل کارتون نزدیک باشه هم در آسایش زندگی کنید. زینب گفت از اینکه اینقدر فکر ما هستید ازتون ممنونیم، ولی لااقل اجازه بدید اجاره خونه رو از حقوق خودمون بدیم و بیشتر از این شرمنده شما نشیم. همگی حرف زینب رو تایید کردیم و گفتیم زینب درست میگه. اجازه بدید ما هر ماه اجاره خونه رو بدیم. مامان گفت پدر شوهر من مرد ثروتمندی بود. وقتی شوهرم فوت کرد تمام حق و حقوق منو که بر عهده پسرش بود به گردن گرفت و پرداخت کرد و از من در خونه خودش نگهداری کرد و تا روزی که بود تمام هزینه‌های زندگیمو پرداخت کرد. همون سالهای اول یه بار ازش پرسیدم پدر جان من که دینی به گردن شما ندارم، چرا هزینه‌های زندگیمو شما میدید؟ گفت این فرصتی بود که خدا شامل حال من کرد تا من از تو سرپرستی کنم، چون من هر چی برای تو هزینه میکنم خدا 1000 برابر به زندگی من برکت میده. حالا من از شما میخوام این فرصتی رو که خدا سر راهم قرار داده تا بتونم لطفش رو جبران کنم ازم نگیرید. دیگه حرفی جز تشکر برای گفتن نداشتیم. مامان گفت من که هنوز کاری نکردم که اینقدر تشکر میکنید. شما دخترای خوب من از الان به بعد باید با گذشته خودتون خداحافظی کنید و چشمتون به آینده باشه. شما دیگه دختر بی سرپرست نیستید و اگه این افتخار رو به من بدید میخوام از امروز مادر و سرپرست شما باشم و کمک کنم تا ازدواج کنید و آینده‌تون رو بسازید. چیزی که مامان میگفت برای ما حتی در رویا هم غیر قابل تحقق بود. اشک شوق از چشم همه جاری شد و اون رو چون مادر واقعی در آغوش گرفتیم. موقع رفتن مامان مهسا گفت خانم ما باید موضوع رفتنمون از اون خونه رو به بهزیستی اطلاع بدیم و کلید خونه رو تحویل بدیم که حتما از ما دلیل رفتنمون رو میپرسن. میخواستم اگه برای تو امکان داره فردا چند لحظه با هم بریم و شما در موردش توضیح بدید. مامان گفت متوجه شدم و حتما میام. چون بدم نمیاد 4 حرف به این مسئول بیکفایت بهزیستی بزنم تا کمی خودشو جمع کنه و نسبت به امثال شما مسئولیت پذیرتر باشه. گفتم منم میخوام بیام. گفت تو دیگه چرا؟ مگه همین که مهسا میاد کفایت نمیکنه؟ گفتم نه مامان من باید بیام چون یه پیغام خیلی مهم برای یه نفر دارم که حتما باید خودم بهش بدم. مامان با سر تأکید کرد و گفت باشه تو هم بیا.
وقتی رفت یه جای مناسب برای مریم درست کردیم تا استراحت کنه و بقیه دست جمعی به جون خونه افتادیم و خونه رو حسابی تمیز کردیم و وسایلی رو که مامان زحمت خریدش رو کشیده بود مرتب چیدیم. ساعت 9:30 صبح شنبه پیش مریم بودم که مهسا و مامان اومدن و با هم به بهزیستی رفتیم. وقتی از جلوی اتاق خانم صالحی میگذشتیم در اتاقش باز بود. یه نیم نگاه کردم و دیدم سرش مشغوله. تو دلم گفتم برات دارم. بمون تا برگردم. همون لحظه سر بلند کرد و ما رو دید. بی‌اعتنا از پله ها بالا رفتیم تو پاکرد پله، برگشتم و پایین رو نگاه کردم. خانم صالحی با چشمای از حدقه بیرون زده دم در اتاقش ایستاده بود و نگاه میکرد. شک نداشتم که از دیدن سر و وضع من و مهسا تعجب کرده بود. توجه نکردم و به راهم ادامه دادم. داخل دفتر رئیس شدیم. منشی گفت صبر کنید تا جلسه رئیس تموم بشه، بعد اجازه بگیرم شما بری تو. مامان به سمت در اتاق رئیس رفت و گفت من عجله دارم و در رو باز کرد و وارد شد. صدای منشی بلند شد اما دیگه کار از کار گذشته بود. مامان داخل اتاق ایستاده بود و ما پشت سرش تو در بودیم. مامان خندید و به منشی گفت نگران نباش، دیگه آخرای جلسه رئیسه، با سفره است. رئیس هولکی باقی مونده صبحونه رو از روی میز جمع کرد و با دهن نیمه پر گفت خواهش میکنم بفرمایید بشینید و از منشی خواست در رو ببنده. مهسا کلید خونه رو میز گذاشت و گفت آقای علوی این کلید خونه آبشار مهربانی خدمت شما، دیگه لازمش نداری. گفت چطور؟ دیروز به لطف خدا و این خانوم ما یه خونه دیگه کرایه کردیم و از اونجا رفتیم. آهان همگی رفتید؟ بله. کار خوبی کردید. حالا این خانم خیر کی هستن؟ مامان گفت اسم حاج جمشید کیانی به گوشت خورده؟ رئیس گفت کیه که تو این شهر اسم حاج آقا کیانی رو نشنیده باشه؟ اون مرد شریف و خیر بزرگی بود که همیشه به فکر مردم نیازمند بود و من خودم بارها کارهای خیرخواهانش رو دیده بودم. من عروسشم. به چه سعادتی. خانم خیلی خوش اومدید. چرا زودتر خودتون رو معرفی نکردید؟ مامان خیلی صریح گفت نیاز به فرش قرمز نبود. آقای علوی یکه خورد و برای عوض کردن حرف رو به من و مهسا گفت پس بالاخره اون خونه تخلیه شد. من همیشه نگران بودم یه جای اون خونه خراب بشه و بلایی سر شما بیاد. خدا رو شکر که از اونجا رفتید. مامان گفت پس شما از بی‌عزیت اون خونه خبر داشتید و کاری براشون نکرده بودید؟ آقای علوی گفت خانم من در مقابل این دختر خانما خیلی شرمندم، ولی باور کنی همین خونه رو هم ما با بدبختی براشون ردیف کرده بودیم، وگرنه ما طبق قانون هیچ تعهدی در قبال دخترایی که تحصیلاتشون تموم شده نداریم. مامان گفت آره راست میگی، فراموش کرده بودم که شما در مقابل مردم فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن و افغانستان مسئولید. مردمان سرزمینت برای شما بیگانند. گفت خانم چرا اینا رو به من میگید؟ مگه من چی کارم؟ من یه مجریم که مجبورم هر دستور از بالا میاد رو اجرا کنم. مامان صداشو برد بالا و گفت غیرتت کجا رفته آقا؟ خجالت بکش. تو در مقام رئیس اداره اگه نتونی یه خونه آبرومند برای چند تا دختر بی پناه ردیف کنی پس دیگه به چه دردی میخوری؟ در همین موقع در باز شد و خانم صالحی وارد اتاق شد. مامان بدون توجه به ورود او ادامه داد میشه بگی کار این اداره چیه؟ و شما به عنوان رئیس اداره دقیقاً چه وظیفه‌ای دارید؟ راستش همه جوره و حق با شماست. ما خودمونم نمیدونیم در مقابل این همه مشکلات و گرفتاری های این مردم بیچاره که به ما پناه میارن چی کار کنیم. و تنها دلگرمی ما امثال شمایند که به ما کمک مالی بکنن و از نیازمندان دستگیری کنید. بعد به صورت خیلی زیرکانه موضوع صحبت رو عوض کرد و از ما پرسید از دوستتون مریم خانم چه خبر؟ عمل کرد؟ منم بیرو درباسی در حالی که به سمت خانم صالحی نگاه میکردم گفتم به کوری چشم بدخواهان خانم کیانی تمام هزینه عمل رو پرداخت کرد و در بیمارستان خصوصی عملش کردیم و الان رو به بهبودیه.
خانم صالحی گفت گدایی گداییه، فرقی هم نمیکنه از اداره باشه یا از مردم بیچاره. به جای اینکه قدردان اداره باشید، تا این سن شما رو بزرگ کرده و برید تو جامعه کار کنید، هنوز برای برطرف کردن مشکلاتتون گدایی میکنی؟ خواستم جوابشو بدم که مامان منو دعوت به سکوت کرد و در جواب او گفت خجالتم خوب چیزیه. رو بیت المال نشستی و نشخوار میکنی؟ از اوضاع خراب جامعه خبر نداری؟ خانم صالحی لالمونی گرفت. مامان گفت شما با ایشون و امثال ایشون موقعیت کار کردن ایجاد کردید و اینا کار نکردن؟ چند جا اونا رو معرفی کردید اینا نرفتند؟ خانم صالحی گفت ما چه کاره بودیم که براشون کار پیدا کنیم؟ اینجا که آژانس کاریابی نیست. مهسا گفت مثلا شما مددکار ما بودید. اگه وظیفه شما نیست پس وظیفه کیه؟ گفت هیچ کس. اگه شما اهل کار بودید کار پیدا می شد. من گفتم تو فکر میکنی ما کم دنبال کار گشتیم؟ بارها کار خوب پیدا کردیم. ولی به خاطر بیکسی و اینکه کسی نبود ما رو ضمانت کنه نتونستیم سر کار بریم. خانم صالحی گفت اولا تو، نه شما، دوما اینم تقصیر ماست که تو بیکسی. مامان جوابشو داد و گفت اینطوری که من میبینم تو هم برای تو زیاده، چه برسه بگیم شما. پس زیادی خودتو تحویل نگیر. دوما شاید تقصیر تو نیست که این خانمای محترم بیکسن، اما انگار وظیفت رو به عنوان یه مددکار فراموش کردی که توی این اداره استخدام شدی تا به همین افراد خدمت کنی و پناهشون باشی. خانم صالحی گفت نه خانم، من خیلی خوب به وظایفم آشنام. هیچ جایی وظایف من گفته نشده من برای اینها کار پیدا کنم و ضمانتشون کنم. بنابراین هرگز این کارو نمی کنم. مامان از آقای علوی پرسید نظر شما هم همینه؟ آقای علوی گفت خانم صالحی درسته. مستقیم به این موضوع اشاره نشده ولی تو شرح وظایف ما اومده که در قبال افراد بی سرپرست وظیفه داریم از اونا حمایت بکنیم تا بتونن به افراد مفید و کارآمد جامعه تبدیل بشن. پس اینم جزئی از وظایف ماست. آقای علوی شما دیگه چرا؟ ما از اینا تا به این سن برسن کم حمایت نکردیم. همین که موقعیت درس و خوندن داشتن و عرضه استفاده کردن نداشتن نشون میده اینا لابلای اینجور کثافتکاریا بودن. آقای علوی گفت کافیه خانم صالحی، اصلا شما اینجا چی کار میکنید؟ لطفاً برگردید سر کارتون. یه چیزایی قبلا در مورد این که خانم صالحی مدرک درست حسابی نداره و با پارتی بازی سر کار اومدن شنیده بودم. رفتم جلوی در ایستادم و گفتم ولی من دوست دارم حالا که تا اینجا اومده قبل از رفتن به ما بگه مدرکش چیه و از کدوم دانشگاه گرفته. خانم صالحی به تته پته افتاد و جواب درستی نداشت که بده. آقای علوی گفت دخترم کوتاه بیا، بذار خانم صالحی بره. گفتم آقای علوی من از روزی که خودم رو شناختم تو توی این اداره کارمند بودی و چند سالی که رئیس این اداره ای. پس بهتر از هر کسی از حال و روز ما خبر داری و میدونی که من و امثال من از کودکی تا الان چه آسیب‌های روحی و روانی خوردیم، چه عقده‌هایی تو دلمون انباشته شد تا به این سن رسیدیم. با تمام اینا تلاش کردیم و درس خوندیم تا آدم موفقی بشیم، ولی قبول شدن در کنکور نیاز به برنامه‌ریزی درسی، کتاب‌های کمک درسی، مشاوره تحصیلی و کلاس‌های فوق برنامه و از این جور چیزا داره تا بشه تو این رقابت مهم رتبه خوبی کسب کرد. خدایی شما کدوم یک از این شرایط رو اجرا کردید و در اختیار ما قرار دادید که این خانم ما رو به ارزه و لاابال و اینجور چیزا میدونه، در حالی که خودش زیر سایه پدر مادر در بهترین شرایط روحی و با امکانات تحصیلی عالی تنها هنری که کردن احتمالاً تونستن یه مدرک پولی از دانشگاه پیامنور یا آزاد دست و پا کنن و به واسطه پارتی خودشو اینجا جا کنن. الان هم صاحب نظر بشن. درست نمیگم خانم صالحی؟ بعد رو به آقای علوی گفتم حالا من از شما میپرسم این انصافه که این خانم که حقوق میگیرن تا مشکلی از مشکلات ما کم بکنن
تازه نمک رو زخم ما میپاشن؟ آیا دولت حقوق به امثال این خانم رو میده تا این کار رو به ما بکنند؟ هم خانم صالحی هم آقای علوی سکوت کرده بود. گفتم آقای علوی، من منتظر پاسخ شمام، پس چرا جواب نمیدی؟ گفت دخترم، حق با شماست و من جوابی ندارم که بدم. گفتم بسیار خوب، حالا که قبول داری حق با منه، من از اون شکایت دارم و انتظار دارم خیلی جدی باهاش برخورد بشه تا دیگه به خودش اجازه نده هر غلطی خواست بکنه. گفت باشه دخترم، لطفا از جلوی در رد شو تا ایشون بره، من به شکایت شما رسیدگی میکنم. وقتی از جلوی در رد میشدم گفتم هری، خانم لاابالی. خانم صالحی که رفت، آقای علوی گفت دخترم، من نمیگم شکایت نکن چون این حق شماست، اما بعید میدونم ترتیب اثر بدن. گفتم چرا؟ به همون خاطر که خودت گفتی. منظورتون رو نمیفهمم. آقای علوی بعد از کمی سرخاروندن گفت راستش این خانم معلوم الحال که من بعید میدونم اصلا لیسانس داشته باشه، به قول خودت با پارتی سر کار اومده. اونم چه پارتی کلفتی. شنیده بودم با پارتی بازی سر کار اومده، اما نمیدونم پارتیش کیه. یه دایی داشت چند سال پیش توی سوریه شهید شد و به واسطه همین موضوع به این کار مشغول شد. و بهتره که منصرف بشی دخترم از شکایتت. مامان گفت آفرین دخترم از اینکه خودخواه نیستی و در هر شرایطی فکر هم نهاد هستی. خیلی ازت خوشم میاد. منم با تو هم عقیدم. باید ازت شکایت کنی. خودمم تا هر جا لازم باشه همراهیت میکنم و کمکت میکنم. پوز این خانم گستاخو به زمین بمالی تا هم خودش ادب بشه هم عبرتی بشه برای دیگران. بعد به آقای علوی گفت شما هم بیش از حد آدم محافظه کاری هستی. مثلا شما رئیس اینجایید. مترسک سر جالیست که نیستی. نباید به کارمندتون اجازه همچین برخوردی بدین. آقای علوی که از رکگویی مامان در مونده شده بود گفت ولی من میخواستم این دختر به جای دردسر تراشیدن برای خودش و شما به زندگی و آینده خودش بچسبه. اینطوری که هر کس به فکر خودش باشه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. نیاز نیست شما نگران ما باشید. پس لطفاً گزارشی که قولشو دادید بنویسید و حتما توش قید کنید که جلسه تو اتاق شما بین ما 4 نفر بوده. ایشون بدون اجازه وارد شده و هرچی دلش خواسته به ما 3 نفر گفته و رفته. وقتی شکایت من آماده شد و گزارش آقای علوی ضمیمه اون شد، داشتم تو دبیرخونه شماره می‌کردم که دوباره سر و کله خانم صالحی پیدا شد. وقتی فهمید دارم ازش شکایت کنم گفت هیچ غلطی نمیتونی بکنی. با خونسردی گفتم حوصله داشته باش. خندیدم و اومدم بیرون، اما خیلی عصبانی بودم. مامان و مهسا اومدن پیشم و گفتن خودتو کنترل کن. بعد از اون روز باز من موندم و مریم و کارم مراقبت از مریم بود و بقیه سر کار میرفتن و وقتی که برمیگشتن کلی حرفهای جالب میزدن و با حرفاشون به ما انرژی میدادن. در این میان مهسا که از چند و چون آشنایی من و سعید خبر داشت، گاهی خبرایی از سعید برای من می آورد و در خلوت برام تعریف می کرد. یه روز گفت پویا امروز می گفت این سعید دیگه اون سعید همیشگی نیست. معلوم نیست چه بلایی سرش اومده که کلاً رد داده و اینطور افسرده شده. هرچند از شنیدن این خبر چیزی رو به روی خودم نیاوردم، ولی ته دلم برای سعید ناراحت شدم و خیلی دلم میخواست یه جوری بهش کمک کنم، اما به خواسته مامان مجبور بودم خودم رو از سعید دور نگه دارم. 25 روز از عمل مریم گذشته بود. به اتفاق مامان اون رو پیش خانم دکتر بهزادی بردیم. اون بعد معاینه به مریم گفت دوره نقاهت رو خیلی خوب طی کردی و دیگه مشکل خاصی نداری. 5 روز دیگه استراحت کن، بعد میتونی سر کار بری. اما حواست باشه تا یه مدت کار سخت و سنگین نکنی. مریم با خوشحالی منو تو بغل گرفت و در حالی که اشک شوق میریخت گفت همش به خاطر مراقبت‌های تو بود که من اینقدر زود خوب شدم. از خدا میخوام فرصتی بده بتونم کارهای تو رو جبران کنم. تشکر کردم و بیشوخی گفتم یعنی دلت میخواد مریض بشم ازم مراقبت کنی؟ ناراحت شد و گفت نه به خدا، من راضی نمیشم یه مو از سر تو و بقیه کم بشه.
بعد راضی میشم تو مریض بشی؟ سپس مکسی کرد و گفت دعا میکنم بهترین شوهر دنیا گیرت بیاد. ازدواج کنی یا بچه دار بشی، بعد من بشم پرستار بچه ها و از اونا مراقبت کنم تا کمی از لطف تو رو جبران کنم. خندیدم و گفتم فدای تو آجی گلم بشم. خانم دکتر که از ابتدا شاهد این صحنه بود اشکاشو پاک کرد و گفت خوش به حالتون، چقدر شما خوشبختید. داره بهتون حسودیم میشه. فردای اون روز من و مامان اول صبح به سمت مرکز استان رفتیم تا رئیس کل اداره بهزیستی استان رو ببینیم و شکایتم رو به اون تحویل بدم. هرچی منتظر موندیم رئیس معلوم نبود. کدوم گوری بود و پیداش نشد. مجبور شدیم پیش معاون بریم. معاون نامه ها رو گرفت و گفت بدین دبیرخونه شماره بشه و بدین بازرسی تا رسیدگی کنه. مامان گفت ولی رئیس بازرسی و حراست دایی این خانمه، چطور اون میاد خواهرزادش رو توبیخ کنه؟ ما میخواستیم یه مقام بالاتر دنبال خواسته ما باشه. معاون که اینو شنید خندید و گفت اگه اینطوره پیشنهاد میکنم الکی خودتون اذیت نکنید و از راهی که اومدید برگردید. مامان گفت یعنی اینقدر این آقا با نفوذه که همه ازش میترسید؟ از آدمای تازه به دوران رسیده باید حذر کرد. گفتم به هر حال من که از شکایتم صرف نظر نمی کنم. نامه رو توی کشوی میزش گذاشت و گفت تنها کاری که میتونم بکنم اینه که فردا خودم نامه رو به رئیس بدم. شاید اون کاری از دستش بر بیاد. بعد شماره دفترش رو داد و گفت دیگه نیاز نیست این همه راه خودتون بیاد. به این شماره زنگ بزنید، خودم نتیجه رو بهتون اطلاع میدم. از اتاق معاون که اومدیم بیرون مامان گفت باید یه نفر رو اینجا پیدا کنیم که بتونیم اطلاعات خوبی ازش بکشیم. بعد کمی فکر کرد و گفت دنبال من بیا و به سمت بایگانی رفتیم. از من خواست جلوی در بمونم و خودش رفت تو و وقتی اومد بیرون گفت بریم. گفتم چی شد؟ گفت یکی از کارمندان بایگانی رو خریدم. اون قراره تا چند روز دیگه تمام اطلاعات پرونده های این آقا و افرادی که توسط اون سر کار گذاشته شدن رو به ما بده. اون اطلاعات به چه درد ما میخوره؟ مقام و قدرتی که بعضی از افراد از طریق خانواده شهید بودن یا امثال این به دست میارن مثل شمشیر دولبه میمونه که وقتی یه سمتش به طرف دیگرانه سمت دیگه به طرف خودشه. بنابراین اگه ما بتونیم نقطه ضعف خوبی از این افراد داشته باشیم به راحتی میتونیم اونو تحت فشار قرار بدیم. اگه همکاری نکرد براش خیلی گرون تموم میشه. خب اگه نقطه ضعفی هم وجود داشته باشه که تو پروندهشون ثبت نشده. خندید و گفت این تازه مرحله اول کاره تا طرف و بستگانش رو شناسایی کنیم، فقط بدونیم با چه مدرک استخدام شده. تو مسیر برگشت همش به این فکر میکردم که این خانم چرا اینقدر به من توجه داره و چه نیتی پشت این کاراشه. نزدیک شهرمون بودیم که گفتم خدا رو شکر مریم خوب شد و به زودی اونم میتونه بیاد تو فروشگاه و کار کنه. اما متاسفانه اومدن مریم سر کار یه بدی داره. اونم اینه که من تنها میمونم بیرونم که نباید بیام، چون ممکنه سعید منو اون طرفا ببینه و شر بشه. مامان لبخند زد و گفت فقط چند روز دیگه دندون جیگر بذار، چون داره کارا راست و ریز میشه و قراره به زودی من و تو بریم ترکیه. ولی هنوز پاسپورت من نیومده. نگران نباش، تا اون موقع پاسپورت تو هم میاد. فرداش مامان اومد خونه و گفت به معاون اداره بهزیستی استان زنگ زدم و در مورد شکایتت سوال کردم. معاون گفت رئیس از شنیدن این موضوع و اینکه خانم صالح چنین برخورد غیر انسانی با مددجوهای خودش داشته خیلی ابراز ناراحتی کرده، ولی در نهایت گفته رسیدگی به شکایات مردم در حیطه کاری بازرسی و حراست اداره هست و ما طبق مقررات باید پرونده شما رو به اونجا بفرستیم و تنها کاری که از دست ما برمیاد اینه که پافشاری بکنیم حتما رسیدگی بشه. اما بعید میدونم اتفاق خاصی بیفته که رضایت شما حاصل بشه. و یه شماره از آقای رحیمی دایی خانم صالحی داد و گفت نیاز نیست هر روز بیاید و برید. این شماره است، میتونید زنگ بزنید با خودش حرف بزنید. گفتم خب باشه، هیچ اشکالی نداره. گفتم باشه مامان، هر جور که خودتون صلاح میدونید. وقتی که قرار گذاشته شد با آقای رحیمی که دایی خانم صالحی بود یکم که حرف زدیم، آقای رحیمی با پررویی گفت آره اتفاقا خواهرزادم یه چی دیگه هم گفت که من باور نکردم تا اینکه الان فهمیدم بیراه نگفته.
اون گفت شما یه دختر فوق‌العاده بی‌تربیت و بیشعور هستی که زیاد نباید با دهن به دهن گذاشت. آقای رحیمی اینو گفت و گوشی رو قطع کرد. خیلی عصبانی شده بودم. به مامان زنگ زدم و جریان رو براش گفتم. مامان دلداریم داد و گفت اتفاقا باد کار داشتم، میخواستم بیام ببینمت. یه ساعت بعد مامان با یه مشت کاغذ اومد خونه و گفت کارمند بایگانی کارشو خوب انجام داد. اینا مدارک استخدامی خانم صالحی و تمام کسایی که توسط آقای رحیمی سر کار گذاشته شدن. نگاه کردیم دیدیم خانم صالحی با مدرک کاردانی رشته حسابداری از دانشگاه آزاد استخدام شده. بقیه هم وضعیت خیلی بهتری نداشتن. مامان با تأسف گفت متاسفانه اینه وضعیت مملکت ما. اونا که سواد دارن و یه چی بارشونه بیکارن، بعد یه مش بی سواد با پارتی سر کارن. نگاه کردم ببینم مدرک آقای رحیمی چیه که دیدم دیپلم نظام قدیمه. با خنده به مامان گفتم سردستشون که با دیپلم شده باشه رئیس حراست و بهزیستی و اینجور چیزا، دیگه بقیهشون چه کاره هستن؟ اونا با چه مدرکی اومدن؟ خندیدم و گفتم از اینا گذشته، حالا باید چی کار کنیم؟ گفت همونطور که قبلا گفته بودم باید 1-2 نفر آدم مطمئن به این کار پیدا که بتونن اطلاعات خوبی از گذشته اینها جمع کنند و به ما بدن. بر اونطوری که میتونیم روشون سوار بشیم. گفتم پس اینطور که میگی پیدا کردن آتو از گذشته اونو زمان زیادی میبره. ما تازه اول راهیم. گاره همینطوره. اما خب دندون سر جیگر بذار، حوصله کن. گفتم حوصله این کار رو جلو ببریم که مشکلی برای خودمون پیش نیاد. پرسیدم حالا کسی رو برای این کار سراغ داری؟ گفت عجله نکن پیدا میشه. شب موضوع رو برای مهسا گفتم و پرسیدم یادته گفته بودی هر بلا که خواستی سر خانم صالحی بیاری رو منم حساب کن؟ پس چرا با ما هم فکری نمی کنی؟ گفت جان من بیا بی خیال این خانم صالحی شو به زندگیت بچسب. گفتم مهسا هرگز ازت همچین انتظاری نداشتم. تو چطور اینقدر زود حرفای اون کثافت رو فراموش کردی و بی خیال شدی؟ تازه از منم میخوای فراموشش کنم؟ خدایا اگه هنوز تو همون فلاکت زندگی میکردی همین حرفو میزدی؟ گو عزیزم من دارم برای خودت میگم. آخه چرا میخوای برای خودت درد سر بتراشی؟ گفتم تو که منو میشناسی. آیا من آدمیم که فقط به فکر خودم باشم؟ آیا میتونم به فکر اونایی که مثل گذشته من و تو اصلا نباشم؟ گو اتفاقا من میخوام تو هم مثل بقیه آدما به فکر خودت باشی. گفتم ولی من نمیتونم بی تفاوت باشم. گو ولی در افتادم با کسی که یه داییش تو سوریه شهید شده و یه داییش رئیس حراست یه ارگان دولتی تو مرکز استان کار خطرناکیه. گفتم اتفاقا افتادم رو اون دنده که میخوام همون رئیس حراست رو هم ادب کنم تا دیگه از مقام و منصبش سوء استفاده نکنه. مهسا گفت وا دیوونه شدی؟ بعد با حالتی که نگرانیش رو نشون میداد گفت مژده یه وقت دیوونه نشی. بری سمت این آدم وا اینا خطرناکن. اگه زیادی به پروپاشون بپیچی برات داستان میشه. حتی ممکنه برات پرونده سازی کنن. گفتم فایده نداره تو ترسیدی و دیگه نمیشه رو تو حساب کرد. گفت ولی باور کن من بیشتر به خاطر خودت گفتم. گفتم مرسی از لطفت. موقع خواب داشتم به این فکر میکردم مهسا که مثل من درد کشیده بود خودشو کنار کشید. جریان چیه؟ این موضوع برای مامان اینقدر مهم شده که مصممتر از من دنبال کارو گرفته. برای همین فردا صبح همین سوال رو تلفنی ازش پرسیدم. جواب داد از شما چه پنهون؟ ما یه برادر داشتیم که دو جنگ شهید شد. پدر و برادرام حتی یه بار هم حاضر نشدن از خون اون سوء استفاده کنن و دنبال مقام و منصب برن. حالا زورم میاره آدمی که برادرش رفته برای مشت عرب جنگیده و کشته شده بشه همه کاری یه ارگان دولتی و همه کس و کارش سر کار بذاره. میخوام به هر قیمتی شده برش گردونم به همون جایگاهی که لیاقتشو داره. دوستای عزیزم مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. ادامه داستان رو در ویدیوی بعدی دنبال کنید. اگه به داستانهای من علاقه دارید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن لایک و گذاشتن کامنت های فارسی و انگلیسی ازم حمایت کنید.